های او و اون خاطر که همین وطن و خاک همین وطن از دشمن از دستی از چنگال دشمن میماند جان سپر کرده در سرحدی تاجیکستان قرقیزستان ترک گذشته بود و درباره ما فکر میکنم دوست هم خوب میدونید. امروز ما مهمان شدیم در ناحیه دیوشتیچ در همون خانه که چسور اینجا بزرگ شده است و این مرد بزرگ پدری چسور هستند که از پشت کمری همین مرد چسور آفریده شد و با لطف عنایت خداوند شهید همین وطن شهید راه آزادی گردید و این تخته مخصوصی که پر از شرح حالی و از مرثیه ها هست در حق جسور و عکس های خاطروی با دوستانش اهل خانواده‌اش با همسفرانش و دوستانش از در صف ارتش ملی او در قشون‌های سرحدی کمیته دولت امنیت تاجیکستان ایفای وظیفه می‌کرد و یادتان هست که اپریل سال 2021 برای ما البته برای نه تنها پدر و مادرش برای همسرش برای فرزنداش بلکه برای من و شما برای آسودگی من و شما برای اینکه کودکان ما در باغچه ها بازی کنند برای اینکه طفلان ما بی‌ملال در کوچه ها آرام و آسوده گردند صدای تیر نباشد جنگ نباشد فدا شد و یادتان باشد ما در روزنامه جمهوریت جسارت چسور فراموش نمی‌شود گفته یک مقاله هم نوشته بودیم الله یادش بخیر باشد و آمدیم دعای فاتح کردیم خبر گرفتیم پدر و مادرشان و همین حالا در آخر صحبت ما بسیار میخواستم که پدرشان دعا